بسم الله الرحمن الرحیم. فرودگاه امام خمینی وقتی دستور آقا به عنوان فرض صادر شده، نهایت امتثال یعنی نهایت تلاش. کسانی که اینجا میبینید با گذرنامه اومدن، با وسایل اومدن. تشریف بیارید اینجا. آجا گذرنامه‌تون هم آوردی؟ سلام علیکم. بعد ایشالله. کجا عازمی؟ ایشالله اگه خدا قسمت کنه توفیق باشه لبنان قصد. شما هم آجا گذرنامه‌تون آوردی؟ کجا عازمی؟ انشالله اگه خدا بخواد قصد داریم که بریم لبنان کمک برای بسیجی لبنان. عمده جمعی که میبینید از تیپ فاتحین هستن و افرادی هستن که تو دوره‌های نظامی بودن، از طلبه و غیر طلبه. بیاید آجا. سلام. آجا گذرنامه آوردی؟ اجازه. عازمی؟ ساک و اینا هم که دارید انشالله. کجا؟ انشالله لبنان. من عرض کردم این افرادی که اینجا میبینید جمع شدن همه اومدن نهایت امتثال. حالا اگر دولت همکاری کرد، همراهی کرد، هواپیما در اختیار قرار داد که همین امشب عازم میشن، اگر نه تا فردا صبر میکنن با اولین پرواز انشالله عازم لبنان و انشالله بتونیم جایگزین خوبی باشیم برای شهدایی که در این چند روز اونجا به شهادت رسیدن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.